دو گروه از دانشمندان به سیبری می روند برای یافتن راز تانگوسکا، یکی از بزرگترین انفجارهای ثبت شده در تاریخ. به مدت 100 سال کسی نمیتوانست علت آن را اثبات کند. مثل یه صحنه جنایت، مدارک جرمش هست ولی نمیتونیم پیداش کنیم. اما این بار شاید حقیقت برملا شود. این دقیقاً همون سنگیه که دنبالش بودیم. شهاب کولیچ از چیزی که دید به شدت متعجب شد. تخریب بسیار عظیمی بود. تمام درخت‌ها با ریشه هاشون صاف شده بودن. او کشف کرد که انفجار بیش از 80 میلیون درخت را در شعاع بیش از 2000 کیلومتر ریشه کن کرده است، بدون کوچکترین ردی از عامل این خرابی. نه خاکستر آتشفشان، نه اثری از زلزله و نه گودال شهاب سنگ. هیچ چیز. به راستی چه اتفاقی در تانگوسکو افتاد؟ نظریه علمی امروز بیانگر این است که یک شهاب سنگ یا ستاره دنباله‌دار در هوا منفجر و تسعید شده بدون باقی گذاشتن گودال برخورد. اما انفجاری هوایی به این عظمت هیچگاه بر روی زمین دیده نشده است. پس از 100 سال تجسس‌های فراوان، هیچ کس به طور قطع نمی‌داند که در آن روز چه اتفاقی رخ داده است. سیبری که در بیشتر مواقع سال در حالت یخزدگی قرار دارد، در تابستان مبدل به باتلاقی مملو از حشره می شود. منطقه‌ای خشن که شمار گرگ و خرس در آن بسیار بیشتر از انسان هاست. این همون جایی که الان میگن سنگ شنی قرار داره.
متخصص ژئوفیزیک جیسون فیپس مورگان و همکارش پاولا ونوکی در اردوگاهی که توسط کولیک ساخته شده است مستقر می‌شوند. تو کلبه‌شون میخوابیم. بعد میریم بیرون که شاید بالاخره معمایی که یه عمر ذهن اونا رو به خودش مشغول کرده رو بتونیم حل کنیم. واقعا احساس خوبی به آدم دست میده. بازرسان برای اثبات یک نظریه به اینجا آمدند، اینکه عامل انفجار تانگوسکو شهاب سنگ نبوده است. این درخت بزرگی بوده که یه دفعه مثل چوب کبریت سوخته. اما از اعماق زمین در یک فاجعه طبیعی بی سابقه که ممکن است هر لحظه دوباره رخ دهد. فیپس مورگان برای یافتن کلید معما به سال 1908 نگاه نمی کند، بلکه به 250 میلیون سال قبل باز می گردد. او دنبال اثبات این است که ابر انفجار تانگوسکو در اینجا رخ داده است، یعنی جد بزرگ حادثه سال 1908. تجسس او از یکی از عجیبترین قسمت‌های دنیا آغاز می‌گردد که به طور اتفاقی از تانگوسکو عبور می‌کند. این یه نمونه فوق‌العاده از تله‌های سیبریه و این تله به صورت پلکانیه و همونطور که مشاهده می‌کنین یه سری در اون آبراه کوچیک ایجاد شده. هر پله توسط جریان گدازه‌هایی ایجاد شده که پس از سرد شدن تبدیل به سنگ بازالت می‌شود. در طول شاید 100,000 سال گدازه آتشفشان در سیبری جریان داشته است. در این منطقه تقریباً 1.5 کیلومتر ادامه داره و پهناش تقریباً اندازه 48 برابر کشور آمریکاست. بنابراین این بزرگترین ریزش بازالتیه که تا حالا روی زمین شناخته شده. فیپس مورگان احتمال می‌دهد که گدازه و گازهای آتشفشانی در مناطق دیگر می‌توانستند از سطح زمین به بیرون نشت کنند، اما در اعماق تانگوسکو پوسته زمین ضخامت زیاد و منحصر به فردی دارد که باعث حبس گدازه و گازهای آتشفشانی شده است. فشار آنقدر افزایش می‌یابد تا یک لوله طبیعی باز شده و گاز با نیروی 100 برابر قدرتمندترین فوران‌های آتشفشانی شناخته شده رها شود. سپس دریچه به هم کوبیده و بسته می شود و همراه خود ستونی از سنگ، گاز و آوار را به بیرون پرتاب می کند، با چنان حجمی که زمین را مسموم می کند. فیپس مورگان اشاره می کند که این اتفاقی نیست که در دقیقاً چنین زمانی، یعنی 250 میلیون سال پیش، بیش از 90% حیات بر روی زمین منقرض شدند. انقراض پرمیان یا مرگ بزرگ هرگز به طور کامل توضیح داده نشده است، اما فیپس مورگان بر این باور است که علت آن ریشه در این منطقه دارد، در محل ابر انفجار تانگوسکو. حادثه سال 1908 فورانی بسیار کوچکتر بود که از طریق ترک‌های ناشی از فاجعه اصلی ایجاد شد. حادثه تانگوسکو نباید یه اتفاق یه باره باشه. به هر حال شاید هر 100 سال یه بار یا شاید هر 1000 سال یه بار بازم شاهد همچین انفجارایی در این منطقه باشیم. او نام این نوع جدید از فوران را ورنشات گذاشته که از نام نویسنده کتاب‌های علمی تخیلی ژول ورن گرفته است، کسی که توپی گازی با چنان قدرتی به تصویر کشید که انسان را به فضا پرتاب می‌کند. تا امروز نظریه ورنشات چند حامی را نیز به خود جلب کرده است. ما با یه هدف خیلی ساده اومدیم اینجا. میخوایم سنگی پیدا کنیم که نشون بده در اینجا یه فعالیت آتشفشانی و یه فعالیت زمینی صورت گرفته با احتمال تقریباً 100%. او به دنبال کوارتزهای ضربه خورده است، یعنی سنگ کوارتزی که در معرض چنان انفجار شدیدی قرار بگیرد که تمام ساختار آن به یک باره تغییر کند. تا کنون می‌دانیم که تنها دو نیرو می‌تواند چنین کوارتزی بسازد: انفجار اتمی و اصابت شهاب سنگ، آن هم با چنان شدتی که باعث ایجاد گودال بر روی کره زمین شود. اما فیپس مورگان به دنبال سرنخ سوم است: یک ورنشات.
محققان نقشه‌ای دارند که توسط گروه‌های روسی دیگر ساخته شده است. در منطقه وسیع بازالت حلقه‌ای از سنگ‌های شنی دیده می‌شود که ممکن است حاوی کوارتز باشد. سنگ‌های شنی که به دور کوهی در نزدیکی انفجار 1908 بوده قرار دارد. فقط باید آن را پیدا کنند و البته توسط خرس‌های جسور و وحشی سیبری خورده نشوند. در طول شب یک خرس نوجوان وارد کلبه او شد. بنابراین افراد گروه به حالت آماده باش در آمدند. کنجکاوه، گرسنه است. احمقه، مشکل اینجاست، اون از ما نمیترسه. دانشمندان با یک راهنمای مسلح و یک لباس مخصوص راندن پشه حرکت می کنند. کاوش در تانگوسکو هرگز آسان نبوده است. اولین بازرسان این منطقه یعنی کولیک و گروهش سر از منطقه‌ای بی آب و علف درآوردند. خیلی سخت بود چون کولیک تو منطقه‌ای فعالیت میکرد که تمام گیاها و حیواناش از بین رفته بودن. واسه همین چیز خاصی برای خوردن پیدا نمیشد. کسایی هم که توی این عملیات بودن در واقع گرسنگی میکشیدن، اما کولیک اونقدر مشتاق بود که همه به کارشون ادامه میدادن. تجسس در تانگوسکو هنوز بسیار مشکل است. جیسون و پاولا در جستجویشان برای یافتن سنگ شنی باید روی زمین‌های باطلاقی حرکت کنند، در حالی که باید پشه‌های بزرگ و گرسنه را از خود دور نگه دارند. هنگام حرکت در اطراف کوه سنگ‌های بسیاری یافت می‌شود. اینهاش اینجاست. آره، بازم بازالته. بذار یه تیکه از اینا بکنیم تا مطمئن بشیم. اما خبری از سنگ شنی نیست. جستجو به سختی و 2 روز تمام طول کشید. ما الان تمام این مناطق احتمالی رو گشتیم. من فکر میکنم این نقشه اصلا اشتباهه. خب واقعا آدم کلافه میشه. اونا محوطه به این بزرگی رو به اسم سنگ شنی تو نقشه قرار دادن. این هم کوهیه که دورش باید حلقه سنگ شنی باشه، ولی ما همچین حلقه‌ای پیدا نمی کنیم. مطمئناً یه جایی هست، ولی گویا باید سوزن سنگ شنی رو توی انبار کاه تله‌های سیبری کشف کنیم. اما فیبس مورگان کشفی خواهد کرد که ممکن است همه چیز را تغییر دهد.